قسم خوردن چند عامل دارد. یکی عامل این که طبیعی است، بعضی آدم خواه نخواه قسم میخورد، یا اینکه محیط یا که خود اویله. اما از نگاه شرعی باشد اگر قسم خوردن به هر چیز ناچیز، به هر چیز حقیر، این گناه است، چون که عظمت خداوند را، بزرگی خداوند را در ذهن دیگر کاسته میگرداند. و در جامعه هم باشم اگر در محله هم باشد، افرادی که بسیار بیهوده و بهوده قسم میخورند در نزد مردم اعتباری ندارند. حتی وقتی که اونها سخن گفتن رو سر میکنند میبینید که بعضی آدم ها لبخند میزنند یا مسخره میکنند که سخنهایی که همه گفته ایستاده است، یگان اون چیزی که اون میگوید واقعیت چنین نیست. از نگاه شرعی باشد اگر شریعت برای قسم خوردن بر دروغ کفارت معین کرده است. وقتی که انسان قسم بر دروغ میخورد یا قسم میخورد، قسم خود را میشکند، در آن صورت برای کفارت لازم میشود که باید کفارتی او را بپردازد یا اینکه انجام بدهد. مثلا من قسم خوردم اما در قسمم نیستادم، قسمم رو شکستم. در این صورت چیکار باید کنم؟ در این صورت وقتی که انسان به نام خدا قسم میخورد، خیلی شما هم قید کردین درست، با نام خدا قسم میخورد و قسم خود را میشکند، در این صورت برای کفارت لازم میشود. کفارت یعنی البته یکم آزاد کردن غلامان است که در شرایط فعلی این چیز وجود ندارد. البته بعضی ها فکرهای دور میکنند، اما نگفته نماند که به سبب آمدن اسلام غلامداری از بین رفت، چون که به هر یک کاری که میشد پیامبر علیه السلام امر میکردند که باید غلام آزاد کرد تا اینکه همین چیزی شنی از جامعه بشری برداشته شود. در صورت این شرایط فعلی که چیز وجود ندارد و طعام دادن 10 نفر است. 10 نفر بینوا رو، یعنی 10 نفر مسکین کمبغل رو باید 2 وقت سحر و بیگو خوراک بدهد یا قیمتی همون خوراک رو بدهد که خودی آنها بخورد. یک باره در یک نفر دادن همون قیمت از نگاه شرعی جایز نیست. 10 نفر رو میتید یا یک نفر رو 10 روز، هر روز به مقدار سحر و بیگه قیمتی اون خوراک رو میده تا اینکه اون یعنی از قانع شود. یا اینکه لباس میتید، لباسشون میکنه 10 نفرم. اگر قدرت این رو هم نداشته باشد، اگر 3 روز پای در هم باید روزه بگیرد تا اینکه از این کفارت، این جزای دنیوی یعنی جزای دنیایی اوست. اکنون اخروی با چی با اون معامله میشود این رو خداوند میداند.